دادگاه نویای دوستی یا سابق جلیکول در جنوب و غربی تاجیکستان یک زن 26 ساله مادر دو فرزند از دهه شهردز جماعت جلیکول را با جرم به یک دختر خردسال همسایه‌اش تعلیم دادن کتاب‌های قرآن و قاعده‌های بغدادی به اندازه 10 نشانگیرنده برای حساب‌ها برابر به 680 سومونی یا تقریبا $60 جریمه بسته است. در این باره لطافت جعفرزاده رئیس دادگاه نویای دوستی روز 2 یونیو سال 2023 در یک مطلب در ختلان نشریه رسمی حکومت این ولایت خبر داد. خود این جوانزن برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی بنا به اطلاع لطافت جعفرزاده سمی و نازنین سال تولدش 1997 مادر دو فرزند ساکن دهه شهردز جماعت جلیکول از 31 ینور سال 2023 تا 5 فوریه سال 2023 برخلاف طلبات قسم 4 ماده 8 قانون جمهوری تاجیکستان درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی در منزل استقامتیش بدون داشتن اجازتنامه به نابالغ جبور و زلفیه خواننده صنف دوم مکتب میانه رقم 43 نویای دوستی غیر قانونی تعلیم دینی میداد و با این عملش طلبات ماده 474 علاوه دو قسم یک کدیس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان ویران کرده است. جعفرزاده میگوید که نازنین سمی و در مرافعه خود را گناهکار خواند و اقرار کرد که در حقیقت در طول بیش از 2 سال در خانه‌اش به جبور و زلفیه از کتاب‌های دینی قرآن و قاعده بغدادی تعلیم دینی داده است. نازنین سمی گفته است که او نمیدونست که برای دادن تدریس دینی اجازت مخصوص لازم است، اما نوشته است رئیس دادگاه نویه ندانستن قانون جوابگری را استثنا نمی کند. نازنین سمی و همچنین از دادرس خواسته است که به سبب بیکار بودن و یگان منبع درآمد نداشتنش و 2 فرزند خردسال داشتن و از کردش پشیمان بودن او را به نوبت گرفته نسبتش جزای سبک تعیین کنند. دادگاه سمی و نازنین را در صادر نمودن حقوق ویرانکنی ماموری گناهکار دانسته بر اساس ماده 474 علاوه 2 قسم 1 کدیس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان با تطبیق ماده 48 قسم 5 کدیس مذکور به اندازه 10 نشان دهنده برای حساب‌ها برابر به 680 سومونی به فایده دولت جریمه بست. این چنین دادگاه نویای سنگوار یا سابق طویلدره در شرق تاجیکستان ماه اپریل خبر داده بود که یک ساکن 38 ساله دهه زوغرا برای تعلیمات دینی به اندازه 90 نشان دهنده برای حساب‌ها برابر به 5760 سومونی یا بیش از $500 جریمه بست. دادگاه سنگوار در سامانه رسمیش گفت این ساکن زوغره در آن گناهکار دانسته شد که در خانه‌اش همسر برادرش را تعلیمات دینی داده. با این کردارش حقوق ویرانکنی در ماده 474 علاوه 2 قسم 1 کدیس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پیش بینی شده را صادر نموده است. در تاجیکستان در پی قبول قانون نو دین در سال 2011 همه مدرسه‌های دینی از بین رفتند و دانشکده اسلامی به نام امام اعظم در دوشنبه در حال حاضر یگانه مؤسسه تعلیمی دینی در جمهوری باقی مانده است. در این زمان مقامات تاجیکستان از سال 2010 به این طرف تلاش دارند تا همه دانشجویان تاجیک را که در مدرسه های خارجی تحصیل میکنند به وطن برگردانند. طبق قانون دین شهروندان تاجیکستان بدون اجازتنامه دولتی میتوانند تنها به فرزندان خود آیه های قرآن و دیگر معلومات دینی را بیاموزند. ساکنانی که چنین امکان ندارند از آن شکایت میکنند که از امکان بارای قانونی به تعلیم دینی فرا گرفتن فرزندان خود محروم شدند و مجبورند که از یگان خویش و تبار یا شناسایشان خواهش کنند که پنهانی به فرزندان آنها درس دین بدهد.